سلام عرض میکنم به شما که از دریچه یوتیوب منو میبینید. امیدوارم خوب باشید و همه چی براتون رو به راه باشه. خواستم این روزهای آخر سال اسفند 1402 این نوید رو بهتون بدم که سال آینده سال 1403 یک آلبوم خواهم داشت و همچنین در یوتیوب بیشتر با هم خواهیم بود. تصمیم گرفتم زیاد بعد از این به اسپانسرها تکیه نکنم، چون اسپانسرها گاهی هستن و گاهی نیستن به هر دلیلی. شاید به خاطر ترس از سرمایه گذاری رو آرتیستی که آندرگراند زیرزمینیه و به هر حال همیشه یه سری خط قرمزهایی رو داشته یا داره. با اینکه خودم هیچ وقت از زندگی در ایران ترسی نداشتم، از کارهایی که کردم ترسی نداشتم، از آهنگی که منتشر کردم ترسی نداشتم، با اینکه بازخواست بوده، با اینکه محدودیت بوده، با اینکه برای خیلی از این آثار سوال و جواب شدیم، اما اون چه که در دلم بوده، اون چه که فکر میکردم دغدغمه گفتم در حد توانم. خیلی هم خودم رو انسان شجاعی نمیدونم، اما اونایی که منو میشناسن، اونایی که کارهای من رو دنبال کردن، حداقل میدونن که در کارهام دغدغه‌مند بودم، در زندگیم دغدغه‌مند بودم و هیچ وقت دست به قلم نشدم مگر دغدغه ای بود. اینه که واسه آلبوم بعدی، آلبومی که در سال 1403 فکر میکنم اواسط 1403 قرار منتشر بشه، خب نیازمند یه سرمایه گذاریه. این سرمایه گذاری باید از طرف اسپانسر صورت بگیره یا از طرف خودم روی خودم. من فکر میکنم هر وقت که کاری ساختم به اندازه‌ای، حالا کم یا زیاد، اون تأثیر خودش رو گذاشته. کار نسل من رو خیلی هاتون شنیدید. تو این شرایط که روزای سختمون نزدیکه، بذار بخونم از حال و روز نسلی که نه حاضره انقلابی دیگه تن بده بهش، نه واسه یه جنگ دیگه تنگ دلش. توپاک نیستم رو خیلی هاتون شنیدید. توپاک نیستم ولی به اندازه خودم سعی کردم قدم بردارم. اندازه خودم. من جلوروم یه شهر متروک میبینم، صدام کوک نی، من کوک میبینم. تو پاک نیستم، مرموز میمیرم، با شغلم در واقع هر روز میمیرم. آینده و زن و بچه ای ندارم، من دیگه حال زجه ای ندارم. منتظرم بیان دستمن بزنن، چی میخواد برسه از من بزنم. کارهایی بود که در این سالها از من منتشر شد و خب بازتاب‌های خاص خودش رو داشت. یه کاری مثل قهرمان که کلی جنجال درست کرد. ماها توی سینمای دنیا از سر تنهایی مجبوریم که افتخار کنیم به اصغر فرهادی. اینا سیاسی بازیه، دروغ بست مشتی، من ابد و یک روز امیدم به فروشنده ترجیح. ما زندگی هممون یه تراژدی بوده، تو این مسیر تاریک توی یه چراغ بیهوده. فکر میکنی چیزایی که ساختی خیلی بلدن، خیلی پردرد، خیلی گندن. روزی که تیم تو رو فرش قرمز دل میبردن، اینجا گاو میشا تشنه توی گل میمردن. در یک سال گذشته کنار من بودید، من اینو کاملا حس کردم. با اینکه شاید من بسیار قدمی که برداشتم، کاری که انجام دادم، با موزیکام، با کارهام ناچیز بوده. خیلی‌ها برای من شاید تو این چند ماه گذشته گل می آوردید کافه، روی اون گل می نوشتید برای شجاعت. حالا شجاعتی که نمیدونم از چی صحبت میکنید، من کار خاصی انجام ندادم. کارهایی بوده که هر از گاهی نوشتم، خوندم و اگه یه جایی دردی بوده در قالب یه استوری با هموطنهای خودم مطرح کردم. در هر صورت این دریچه فکر میکنم دریچه خوب و مناسبی باشه برای نزدیکتر شدن به هم دیگه از طریق یوتیوب و فکر میکنم میتونیم خیلی حرفا رو با هم بزنیم، موضوعات جالبی رو میتونیم با هم در میون بذاریم، موضوعات مختلفی در قالب‌های مختلف. میتونه برنامه میهمان‌های مختلفی داشته باشه، از آهنگسازای من، بچه‌های تیم من گرفته تا هنرمندای مختلف، که در واقع برنامه‌هایی باشه که براتون جالب باشه. پس حتما چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. فکر میکنم نزدیک به 5000 نفر هستیم و امیدوارم سال آینده بیشتر بشیم. سال آینده یه سالیه که من براش هدف گذاری کردم. امیدوارم اگر عمری باشه اون آلبومی که تو سرم هست رو بتونم در واقع پیاده کنم، بسازم، منتشر کنم در واقع به بهترین شکل، با میکس و مستر خوب، با ویدیوهای جذاب، با ویدیوهای خوب که میدونم خیلی منو به چالش میکشه برای سال دیگه، خیلی هزینه بردار خواهد بود، ولی خب تصمیمیه که گرفتم و دوست داشتم که اینو به شما بگم. دوست داشتم
خودم رو ملزم کنم به کاری که باید انجام بشه، کاری که دیگه صرفاً در حد حرف باقی نمونه، کاری که فقط یک علاقه باقی نمونه، یه تعهد باشه بین من و شما و یه تعهد دیگه، یه کار دیگه، یه کار خاص دیگه. من تصمیم گرفتم برای اولین بار بعد از سالها یه کاری رو انجام بدم که در ایران انجام نگرفته، شاید دهه هاست که اتفاق نیفتاده. اونم تولید و انتشار آهنگای خودم روی صفحه گرام و واینیله. فکر میکنم خیلی جذاب باشه براتون. واینیل در واقع زیباترین و خاصترین نوع انتشار موسیقی در دنیاست. آرتیست های زیادی در دنیا هستن که الان دارن آثار خودشون رو روی صفحه گرام تولید میکنن. امینم، اسنوپ داگ، تیلر سویفت، ادل، پینک فلوید، متالیکا، خیلی یعنی تعدادشون زیاده. تقریبا همه آرتیست های دنیا در این اواخر آهنگای خودشون رو دوباره آوردن روی واینیل. همین واینیل یا صفحه گرامی که در تصویر میبینید، آلبوم قهرمان که تصمیم گرفتم اون رو روی صفحه گرام بیارم، شامل 6 تا آهنگ این آلبوم و در خارج از کشور داره تولید میشه. به امید خدا در یک بازه زمانی 45 روزه تا 2 ماهه، نهایتاً 2 ماه و نیمه به ایران میرسه و این نوید رو به شما میدم، به شمایی که از همین لحظه تصمیم گرفتید این صفحه گرام رو خریداری کنید و از من حمایت کنید. این تصمیمی بود که گرفتم از این بابت که فکر میکنم بعد از این یه جورایی باید خودم رو خودم سرمایه گذاری کنم و روی شما سرمایه گذاری کنم، چون بزرگترین نعمتی که دارم و بزرگترین پتانسیلی که وجود داره خود شمایید، شمایی که تو همه این سالا کنار من بودید. صفحه گرام قهرمان همونطوری که میبینید 6 تا آهنگ داخلشه، هیچ و پوچ. خب تو میگی نوحه به نوع خوندنم، و اما یه حسی میخواد تا نوحه خوندنم. اصلا من کویتی دورم، من از تو خیلی دورم، من دو بیتی دورم، حرف حق زدم و راه و جاه نشون دادم، من به مردمی که کورم. دوباره هستم. من از اون دست آدمام که زیر بار زور کمر خم نمی کنم در مسیر آرزوم. من از اونام که با پاهای خسته در نمیرم، آخرش اینه تو فضایی بسته تر بمیرم، آخرش اینه دفترم رو بگیرن ازم بگن نمیدیم تا وقتی با ما بشی هم نظر. اما این قلم خرج خودشو در میاره، پله آخرش نوشتن رو در و دیواره. تو بازداشتگاه هم نوشتم زیر تخت خوابم، فقط به عشق تو که هستی خیلی وقت با من. چه کنم نبود قلم نبود ورق، درد به هر طرف بره میرم به همون طرف. مای جنریشن یا نسل من. آدم وقتی تو جوونی ذوقش میمیره، واسه ادامه زندگی اوقش میگیره. تو کل جوونی رو وقتی صبوری میکنی، وقتی که پیر میشی تازه جوونی میکنی. I'm not Tupac. توپاک نیستم. مردم گرفتارم، بگو درد و دلت با من کار به کسی ندارم، من دادرسی ندارم. مردم یه طفل دارن اما درد و گله دارن، اینا کار به کسی ندارن، اینا دادرسی ندارن. میگن خورده برق تجارت به چشم، ولی باید از رپ خجالت بکشم. هیچ وقت نمیگم شاه رپ منم، هنر کنم یه روزی شاه بچمم. هنر کنم این شعر رو تموم کنم، پاک کنم این چرک و رو خودم. هنر کنم خرج خودمو درارم، بچه چیه حوصله خودمو ندارم. هیرو و قهرمان. زنم ما رشت ما رو فرق ارز و ریال کشته، اعتراض فقط تو مرز خیال مشته. قهرمانتم دیدیم بلدی چه تو به تیغیمون، قهرمان منم یه قهرمان بدون تیریبون، بدون تیریبون. بگو از تموم زندگی من چی رو فهمیدم. و مستی روی پشت بام خیس. مستی میکنی هرهره بی خودی، لفظ لوتی ها رو غرغره میکنی. بمون از چند تا مشتی بگم، میخوام از عرق خورای رشتی بگم. از داییام بودن 3 تا الکلی مست، کوچیک شهر بود تنهایی شهرامی بس خاندایی. میگن بود تو گارد موتوری شاهنشاهی، ناصر کارد قپونی. عکساش بهم میگه کفتر باز مست رو موتور کفتر رفتم. ناصر فرهاد ناشتا میرفت بالا، فکر کنم به اون رفته این رفتارام که صبح ناشتا شعر مینویسم. همونطوری که میبینید روی این تورنتیبل زیبا در حال اجراست. فکر میکنم برای شما خیلی جذاب باشه
که یه صفحه گرام، یه واینیل از آرتیستی داشته باشید که سالهاست دارید کارهاشو دنبال میکنید. ما قراره فقط 500 تا از این صفحه گرام ها تولید کنیم دوستان. 500 تا با امضای ناقابل من تقدیم به شما، برای شما، و امیدوارم که حمایت کنید از این صفحه گرام ها، تهیه کنید و یه گوشه از خونه، یه گوشه از اتاقتون اون رو قاب بگیرید اگر به من علاقه دارید، اگر طرفدار من هستید. و در آینده اگر این 500 تا به امید خدا فروش رفت، ما آلبوم های بعدی و آلبوم های دیگه رو هم روی صفحه گرام برای شما میاریم. دوست داشتم اینو بگم، اگر از همین لحظه تصمیم گرفتید که این صفحه گرام رو تهیه کنید، بهتره که از همین الان برید به سایت من emadqabidel.com یا از طریق دایرکت اینستاگرام emadqabidel آفیشیال پیج من رو قطعا دارید. حالا این زیر نویس میشه براتون. فقط از طریق همین دوتا مرجعی که براتون گذاشتم لطفاً پیگیر بشید. ممکنه یه سری بلاگ ها، یه سری حالا پیجا بیان بخوان این رو بذارن و شماره کارت و شماره حساب بهتون بدن. اصلا واریز نکنید، فقط به شماره حساب خود من که داخل وبسایت من ارائه میشه بهتون و داخل دایرکت اینستاگرام با من در ارتباط باشید برای تهیه این صفحات لطفاً. و گفتم چون 500 تا هست، من نمیتونم پیش بینی کنم که 5 تا دونه از این صفحات فروخته میشه، 100 تا فروخته میشه یا عین 500 تا شاید در همون یک هفته اول فروخته میشه. پس بهتره اگر دنبالش هستید و دوست دارید این صفحات رو پیش خرید کنید، حتما زودتر اینو ثبت سفارش کنید، چون ممکنه که اون تعداد به حد نصابش برسه و ما دیگه بیشتر از اون نداشته باشیم که تقدیمتون کنیم. شاید براتون سوال باشه که حالا بگید اما جان ما صفحه گرام رو ازت خریدیم، حالا با چی گوش بدیم، ما که دستگاهشو نداریم. خب موضوعی که هست اینه که میتونید از من تهیه کنید، از خود من. ما برای شروع تقریبا 10-12 تا دونه از این گرام های هیرو کاستوم کردیم. این گرام ها رو میتونید در همین چند روز اول خریداری کنید، چون میگم تعدادش خیلی محدوده. این گرام ها هم با امضای من به دستتون میرسه. دوستانی که این گرام رو تهیه میکنید، زمانی که صفحه گرام های هیرو آماده بشه و به دستمون برسه، اون صفحه گرام ها رایگان براتون ارسال میشه و دوستانی که دارید این گرام رو تهیه میکنید دیگه نیازی نیست که صفحه گرام رو هم از سایت من خریداری کنید. اما خب از اونجایی که شاید قیمت این تورن تیبل یه مقدار بالا باشه، برای کسایی که دوست دارید یه یادگاری از من داشته باشید، میتونید اون 500 تا صفحه گرامی رو که ما داریم تولید میکنیم فعلا تهیه کنید تا اون ظرفیتش تکمیل نشده و همش فروش نرفته، تا اینکه حالا در ماهای آینده میتونید از طرق مختلف، میتونید از حالا منابع مختلف، وبسایت های مختلف این گرام ها یا گرام های کیفی، تورن تیبل های همراه رو یا حالا دستگاه حرفه‌ای تر رو میتونید تهیه کنید و گرامی رو که صفحه گرامی رو که به زودی به دستتون میرسه از آثار من با اون دستگاه به آهنگاش گوش بدید، بشنوید و لذت ببرید. شاید اولین آرتیستی باشم که بعد از سالها و بعد از دهه‌ها در داخل ایران تصمیم گرفتم که چند تا از آثار خودم رو روی صفحه گرام در قالب آلبوم قهرمان منتشر کنم. امیدوارم که حمایت کنید. نمیدونم چند تا از این 500 تا صفحه فروخته میشه. شاید کسی پیدا شه که بخواد 10 تا از این صفحات یا 50 تا از این صفحات رو با امضای من داشته باشه. همه صحبت‌ها رو کردم باهاتون. دمتون گرم که هستید. مرسی که انرژی مثبت به من خیلی میدید. من واقعا بارها و بارها از خیلی از شما انرژی گرفتم. از باز کردن و آنباکسینگ این صفحات فیلم بگیرید و برای من بفرستید، استوری بگیرید، من رو تگ کنید و من اون استوری شما رو مجددا بذارم. از اون لحظه زیبایی که این صفحه گرام ها رو روی گرام خودتون میذارید، صدای من رو میشنوید، اون حال خوبی که شاید تو اون لحظه بهتون دست میده، مطمئنم خیلی برای خیلیاتون زیبا خواهد بود، دلنشین خواهد بود. و از این به بعد در یوتیوب بیشتر با هم هستیم. حتما سابسکرایب کنید. برنامه هایی که قرار بسازیم در سال آینده، کارهایی که از نزدیک شما رو در جریانش میذارم. نیاز داریم به حمایت شما. بزرگترین اسپانسر من شما هستید و بزرگترین حامی من شما هستید. فکر میکنم این صادقانه ترین شکل در واقع صحبتی بود که میتونستم با شما در میون بذارم. نیاز دارم به حمایت شما مثل هر آرتیست دیگه‌ای. به عنوان کسی که نتونستم تو این سالها در ایران اجرا بذارم، کنسرت بذارم، به عنوان کسی که اگر بشه اسم آرتیست روش گذاشت، نتونستم درآمدی در ایران داشته باشم. هدفم اینه که سال آینده یک آلبومی رو منتشر کنم
که یکی از آلبوم‌های ماندگار رپ فارسی باشه. آلبومی که انتظارات شاید چند طیف مختلف مخاطبین این سبک رو برآورده کنه. آلبومی که خودم به شدت بهش باور دارم، آلبومی که شاید چند سال دارم روش کار میکنم. گلچینی از بهترین کارهای خودم رو گذاشتم برای این آلبوم. آلبومی که اسمش رو هم به زودی در سال آینده بهتون میگم و اون رو هم قطعا برای پیش خرید میذارم و اون رو هم اگر شما حمایت کنید بعد از آلبوم قهرمان روی صفحه گرام قطعا منتشر میکنم و امیدوارم روال به شکلی باشه که بعد از این بتونم تمام کارهای خودم رو روی صفحه گرام بذارم. پس امیدوارم که شما هم پیگیر این قضیه باشید. مرسی.